واقعا هم هر نفر در حیات خود مهر و محبت، عشق و صداقت و رنج و شفقت را دیده است. همه همین عامل‌ها انسان را وادار می‌سازد که شروع کنند به ایجادیات شعر. هدیه پروردگار ای وطن، بهر هر یک ساکن این سرزمین. من ندیدم در یگان جای جهان مثل تو باشد دیار نازنین. سید ابرار سید امینov در ضمیر خویش عشق شعرنویسی را جای داده است. او با تخلص سید ابرار احراریان شعر میگوید. باید بگوییم که شعر گفتن در روی اوراق سفید ایجاد کردن این کار سهل و آسان نیست. نه هر نفر میتواند فکر و دید و رنج‌های کشیده خود را در روی کاغذ بیارد و به دیگران بفهماند. تشکر میگیم و میگفتید که چی باعث گردید که شما به شعرگویی شروع کردید؟ از صنف ششمی یا هفتمی شروع کرده بودم به شعرنویسی و هیچ باعث نشده بود. همین خیلی می نوشتم، ولی از صنف دهمی سر کرده عاشق شدم. یعنی تا انسان عاشق نشود یا که یک درد و غم گرفتار نشود و نمیتواند که شعر نویسد، عاشق شدن باعث شد که من به شعر نوشتن شروع کردم، یعنی به شعرهای عشقی بیشتر. سید ابرار در ناحیه جلالدین بلخی 15 ایولی سال 1995 به دنیا آمده است. عائله آنها با سبب‌های گوناگون سال 2000 به ناحیه وخش می آیند که آن وقت سید ابرار 5 سال داشت. او مکتب میانه رقم 3 ناحیه مذکور را به اتمام رسانیده است. سید ابرار ضمن صحبت گشته و برگشته نام استادانی که برای شعرنویسیش کمک می‌رساندند بر زبانش می‌گرفت و می‌گفت که معلمه زیبانیسا میرزایeva، مراد میرزایев و دیرکتور مکتب رجب علی کریمov بیشتر مرا دستگیری میکردند که در چاره‌بینی‌های مکتبی شعرهای ایجاد کرده خود را قرائت نمایم. این مصرع‌های شعری که بزرگی مادران را وصف میکند به قلم قهرمان برنامه کلک گویا سید ابرار سید امینov تعلق دارد که او از صنف هشتمین تا این جانب شعر ایجاد میکند و راز دل خود را روی کاغذ می آورد. می‌گوید که اولین شعری که شما ایجاد کرده اید چی باشد؟ اولین شعری که من ایجاد کرده بودم این دو مصرع بود. در یادم هست که گفته بودم اگر بیابی چیزه برگردان به صاحبش، کس نگرداند آن را خدا نکند نصیبش. هنگام چیزی را مشاهده کردن الهام شعرنویسی هم پیدا میگردد، میگوید ابرار. مثلا بعضا حالت‌هایی میشود که انسان باید مشاهده کار باشد. وقتی مشاهده میکنی میتوان که نوشت. مثلا در واسه مادر اگر فکر کنی در واسه مادر مثال وقتی نوشتن میشود یک چیز سبب میشود، یک باعث میشود و همین حالت میتوان که شعر نوشت. درون قلب پاک تو همه مهر و وفا باشد، ایا مادر به لب‌هایت فقط نام خدا باشد. برای جان نماز خود دو دستت بر دعا باشد، نخواهی که یگان مادر ز فرزندش جدا باشد. موضوعها گوناگون هستند. موضوعی در وصف تاجیکستان، مادر، دوستان، عشق، لیکن بیشتر فکر میکنم که موضوع عشق بیشتر است. ابرار شعرهای ایجاد کرده خود را از نزد شاعران میگذراند و در روزنامه و مجله ها چاپ میکند تا خوانندگان از راز دل این قلمکش واقف گردند. آیا شعرهای ایجاد کرده شما را کدام شاعران از نظر میگذرانند؟ یعنی با کدام شاعران بیشتر همکاری میکنید؟ شعرهای نوشته ما را استاد بسیار مهربان هستند، استاد آذر، استاد اکرم ریزان و دیگر استادان تعلیم میکنند شعرهای ما را. بوری شده است که پدر و مادر برای شعرنویسی شما مانع شده باشه؟ نه هرگز. ایشان باز مرا هوسمند میکنن، باز یعنی نصیحت ها میدن که باز در واسه مثلا تاجیکستان و دیار و دیگر ژانرها توانم که شعر نویسم. امروز ابرار را پدر و مادر برای شعرنویسیش کمک میرسونند
او نیز در سیمای پدر و مادر خود به همه پدر و مادران شعر ایجاد میکند. یک شعر دارم با نام دو گوهر، یعنی با نام با پدر و مادرم این شعر رو میبخشم. پدر مادر پر و بالم شماید، پدر مادر پر و بالم شماید، تمام بخت و اقبالم شماید. منم داراترین آدم به دنیا که آخر ثروت و مالم شماید. پدر مادر عزیز دل شماید، چراغ روشن منزل شماید. نه سینای دونه عطار اما برایم از همه فاضل شماید. پدر مادر دل و جانم شماید، نخستین مهربانانم شماید. بماند عمرها اندر کنارم که آخر شهرت و شانم شماید. صحبت با ابرو خیلی هم جالب بود. او سرگذشت خود را قصه میکرد و راز دل پنهانی که به محبوبش گفتن نمیتوانست آن را روی اوراق سفید آورده است به ما قرائت میکرد و به این وسیله خود را از این درد رهایی مینمود. وانا گفتن هموند که من بیشتری شعرهایم یعنی در وصف عشق هستند به عاشقان میبخشم. هزاران راز در قلبم نهان است ولی خاموش در نزدت زبان است. چرا بر تو نمیتوانم بگویم که ابرار از غمت خار و خزان است. سبب به وجود آمدن این شعر آن بود که سر دل خود را به نفری که دوستش می‌داشتم نتوانستم گفته، توانستم که با همین 4 مصرع شعر سر دل خود را به او آگاه کنم. ابرار میگفت که تا غم دل خود را طریق شعر بیان نکنم غوطه درد و غمم و البته غم و درد، رنج و مشقت و محبت کسی وادار میکند که بر دست قلم بگیری تا شعر نویسی. وقتی که هوای خانه‌ات سرد شود، وقتی که دلت نشانه درد شود، وقتی که ز غصه روی تو زرد شود، وقتی که همان یار تو نامرد شود، یاد از من عاشق بیمار کنی. وقتی که فضای خانه‌ات چنگ شود، وقتی که جهان در نظرت تنگ شود، وقتی که دلت به همسرت سنگ شود، وقتی که میان تو و او جنگ شود، یاد از من عاشق بیمار کنی. وقتی که غم و غصه تو را یار شود، وقتی که علم دوش دلت بار شود، وقتی که عزیزی تو دل آزار شود، وقتی که دلت زار به ابرار شود، یاد از من عاشق بیمار کنی. یاد از من عاشق بیمار کنی. صحبت با قهرمانمون جالب و زیاد بود، اما وقت صحبت جالبی ما را قطع کرد که نتوانستیم صحبت را ادامه دهیم. و سید ابرار سید امینوف پرواز بلند ایجاد را تمنا داریم و باوری داریم که برنامه ما را آن نفری که شفا بخش درد ابرار است میشنود و تسکین بخش رنج و غم او میشود. برنامه نوبتی کلک گویا را به انجام میرسانیم و با شما بودم من سوی نظری گلمراد. گر یاسمنم نصیب اغیار شود، ترسم که مبادا گل من خار شود. دارم ز خدا همیشه درخواست و طلب، کاشا که فقط نصیب ابرار شود.